بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. ما نیاز داریم که متقی باشیم، بنده صالح و نیکوکار خداوند باشیم و گفتیم که راه‌های مختلفی هست برای بالا بردن قدرت ایمانیمون و تقوامون. از جمله راه‌هایی که باید تقوا رو پررنگ میکنه در انسان تجدید عهد و میعاد با خداوند منان بود و از جمله راهاش مراقبت مستمر الهی که خداوند ما رو زیر نظر داره. نقطه سوم محاسبه خودمون رو همیشه بررسی کنیم، وارسی کنیم، ببینیم که ما واقعا تو راهیم یا نه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان از تقوای الهی پیشه کنید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و هر یک از شما نگاه کنه که برای فرداش چی تقدیم داشته. واتقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید. ان الله خبیر بما تعملون، خداوند از هر چه انجام میدید مطلع و همه اینا رو میدونه. پس ما هر وقت یک کاری رو میخوایم بکنیم باید از خودمون بپرسیم آیا واقعاً هدفمون از این کار رسیدن به رضایت و خوشنودی پروردگار است؟ آیا چیزی از ریا و خودنمایی و خود ظاهر کردن تو قلبمون هست؟ حتی اگر یک کم باشه اون رو باید پاکسازیش کنیم، بیرونش بندازیم. آیا حقوق خداوند و حقوق بندگان رو در این کارمون به جای می آوریم؟ همین سه مورد رو باید همیشه مد نظر داشته باشیم و هر وقت با خودمون بنشینیم و ببینیم واقعا ما در کاری که میکنیم هدفمون رضایت خداوند هست. خودمون رو محاسبه کنیم. حضرت عمر رضی الله عنه میفرماید حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون رو مورد محاسبه و بازجویی قرار بدید قبل از اینکه روز قیامت شما رو مورد بازجویی قرار بدن. وزنوا اعمالکم قبل ان توزن لکم، و عملهایتون، کارهایتون رو خودتون وزن کنید. چقدر عمل دارید قبل از اینکه روز قیامت وزنشون کنند و پشیمون بشید. و تهیئوا للعرض الاکبر، و خودتون رو برای پیشی بزرگ در مقابل خداوند آماده کنید. یومئذ تعرضون، روزی که شما در پیش خداوند عرضه میشید و اونجا همه چیزتون به اصطلاح باز میشه، صحیفه اعمالتون به دست میشه. لا تخفى منکم خافیه، در اون روز چیزی پوشیده نمیشه. و همیشه در وقت تصورمون بر محاسبه خودمون اینطور مثل یک تاجر فکر کنیم. ما یه رأس المال داریم که اون دینمون هست، ایمانمون هست، اوامر و نواهی و پروردگار و رسولش هست. یه فایده ای که باید اون رو به دست بیاریم که اون کارهای نیک و کارهای شایسته و که هست که برای ما اجر و ثواب کسب میکنه. یک ضررهایی هم ممکنه به ما برسه که اون گناهان و معصیت ها و اینا هست. باید من تاجر با خدا خودم رو از گناهان دور کنم، از ضررها خودمون رو نجات بدم، همیشه در فکر فایده باشم تا رأس المالم قوت بگیره و یادم باشه که اگر در پایان روز هر روز خودم رو محاسبه کردم و امروز من مثل دیروزم بود، من شکست خوردم. من نباید بی این راضی باشم. باید هر روز مؤمن از روز قبلش بهتر باشه.